زنجیره گرتنا پارلمانتار و کسین دیار ین هدف لباکور کردستان و ترکیه درجی هیا. لباجار آمد عثمان بایدمیر پارلمانتار هدف یه باجار رحای احمد یلدرم جگر سروک فراکسیون هدف لپارلمان ترکیه دگل امام تاشجر پارلمانتار هدف یه باجار آمد هر دکوانا بریارا گرتنا بزوره هاتنه دست سرکرن و باش استاندنا ifade جوان هاتنه بردان. هفدم لباجار استانبول جی محمد امین آدیامان پارلمانتار باجار ایدره هاتا گرتن و افجی پاش ورگرتنا ifade جبال دادگاه چارم یا جزای گران استانبول سربست هاتا بردان. لگور مدیاین ترکی او پارلمانتارین هدف لسر دوسه یا کجکی و گریدابون بر ریخستن پککی و بیریزی کرن با اردوغان و حکومت ترکی دوسه لدجی وان هاتیا وکرن. پشتی گرتنا وان پارلمانتاران پارتیا دموکراتیکا گلان هدفه دا خویان یک دا او آماجه بویکر که او گرتنا هر دکوانا وان ایرشانه که حکومت آکپی به هفبشی دگل مهپی لدجی پارلمانتار و اندام وان دست بکرنه. هدفی دا خویانی دا گرتنا پارلمانتارن خو به نیاسای دازانین و هایداری دا او کسین کو دپشت وی بویر دانه و گوت زو یا درنگ یه بین جزادان. جو آلی دنوه لدادگاه جزای گران یا آمده یکم رونشتنا دادگاه کرنا گلتن کشاناک. هفسروکا باجروانیا آمد دگل صباح تنجل. هفسروک دبه پی بریوچو و ناوری زیدتر جسی حیوانه هاتیا گرتن. در رونشتنه دا گلتن کشاناک بریا شاشه تولی ببو و پارزر صباح تنجل جی لوی در برهفون و هر دکان تهمت خو قبول نکرن. هفدم احمد ترک هفسروک باجروانیا مردینه کجا 24 مجداره به تهمت پشتوانیا ترور هاتیا گرتن و رفشا ساخلمیا وی باش نینه با آرمانجا پشکنین دکتوری برن نخوشخانه یا زانینگاه فرات. گرتن پارلمانتار و هفسروکن باجروانی ین باکور ولات به هلاوستی مایه و دادگاه کرن وانجی سست و پست بریوه دچی. هفتیا در بازبوی صلاح الدین دمیرتاش هفسروک هدف که اوه 3 حیوه هاتیا گرتن تنه یک رونشتنا دادگاه بریوه چویه و هشت نحوه دو دوسه دیجی مایه. پاشتو نبونا پیواجوی آشتی لباکور کردستانه حکومت ترکیه هوکه گرتنه یا لدجی هدف و دبه پی دست بکریه و تنه 2 سالا در بازبوی دا 10,000 اندام هدف هاتنه گرتن اوه جبلی گرتنا صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یکسک داغ هفسروکن هدف و 10 پارلمانتارن وی حزبینه. هفدم 67 هفسروکن باجروانین باکور کردستانه که سر به پارتیا هرمن دموکراتیک دبه پنه هاتنه گرتن.